قهوه سرد آقای نویسنده، اثر روزبه معینی. من چند سال پیش دیوانه‌وار عاشق شدم. وقتی که فقط 10 سال داشتم عاشق یک دختر لاغر و قد بلند شدم که عینک ته استکانی میزد و 15 سال از خودم بزرگتر بود. اون هر روز به خونه پیرزن همسایه میامد تا پیانو یاد بگیره. از قضا زنگ خونه پیرزن خراب بود و عشق دوران کودکی من زنگ خونه ما رو میزد. منم هر روز با یک دست لباس اتو کشیده میرفتم پایین و در رو براش باز میکردم. اونم میگفت ممنون عزیزم. لعنتی چقدر تو دل برو میگفت عزیزم. پیرزن همسایه چند ماهی بود که داشت آهنگ دریاچه قوی چایکوفسکی رو بهش یاد میداد و خوشبختانه به اندازه کافی بی استعداد بود که نتونه آهنگ رو بزنه. در هر حال تمرین روی بی استعدادی چربید و داشت کم کم یاد میگرفت. اما پشت دیوار حال و روز من چندان تعریفی نداشت، چون میدونستم پیرزن همسایه فقط بلد همین آهنگ دریاچه قو رو یاد بده و دیگه خبری از عزیزم گفتنها و صدای زنگ نیست. واسه همین همه هوش و ذکاوت خودم رو به کار گرفتم و یه روز یواشکی 10 صفحه از نوت‌های آهنگ رو کش رفتم و تا جایی که میتونستم نوت‌ها رو جابجا کردم و از نو نوشتم و گذاشتمشون سر جاش. یه صدایی توی گوشم داشت فریاد میکشید. فکر کنم روح چایکوفسکی بود. روز بعد و روزهای بعدش دوباره دختره اومد و شروع کرد به نواختن دریاچه قو. شک ندارم که کل قوهای دریاچه داشتن زار میزدن. پیرزنه فقط جیغ میکشید. روح چایکوفسکی هم توی گورداش میلرزید. تنها کسی که لذت میبرد من بودم، چون پیرزنه هوش و حواس درست و حسابی نداشت که بفهمه نوت‌ها دستکاری شده. همه چی داشت خوب پیش میرفت و هر روز صدای زنگ، هر روز ممنون عزیزم و هر روز صدای پیانو بدتر از دیروز. تا اینکه پیرزنه مرد. فکر کنم دق کرد. بعد از اون دیگه دختره رو ندیدم، ولی 20 سال بعد فهمیدم تو شهرمون کنسرت تکنوازی پیانو گذاشته. یه سبد گل گرفتم و رفتم کنسرتش. دیگه نه لاغر بود و نه عینکی. همه آهنگ‌ها رو با تسلط کامل زد تا اینکه رسید به آهنگ آخر. دیدم همون نوتای تقلبی من رو گذاشت روی پیانو. این بار علاوه بر روی چایکوفسکی و پیرزن، تن خودم هم داشت میلرزید. دریاچه قو رو به موسیقی هرچه تمام با نوت‌های اشتباهی من اجرا کرد. وقتی که تموم شد سالن رفت رو هوا. کل جمعیت 10 دقیقه سرپا داشتن تشویقش میکردن. از جاش بلند شد و تعظیم کرد و اسم آهنگ رو گفت. اما اسم آهنگ دریاچه قو نبود. اسمش شده بود وقتی که یک پسر بچه عاشق می شود. فکر میکنم هنوزم یه پسر بچه‌ام. قهوه سرد آقای نویسنده، اثر روزبه معینی.